بچه‌ها چطور اومدیم با یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با ویدیوی دوم کانالم. بعد من سر این بازی پوی خشن یا پوی وحشی که اون گوشه هستش، من وای خیلی بد بودش. یه بار که ویدیو رو گرفتیم کلا ویدیو پاک شد. کلا داشتم وسط کنم داشتم کیفیت رو میبردم بالا، بازی کلا پاک شدش. آره ولی بازی بدون باگ بود برای من. خیلی هم قشنگ و جالب بودش. تو توضیحات براتون اسم بازی رو می نویسم که شما هم بریم بازی کنین. میدونین برای یه بار ببینین یه کوچو لگ داره. اصلا این لگی رو نمیتونم درست کنم. هر کاری میکنم اینجوری لگ میاره که خوب تر شد. بعدش ما اینجا دفعه سر این پو سرویس شدش. الان من کل بازی رو بلدم، اون موقع بلد نبودم. خب حالا بریم دیگه ببینیم چی میشه. بیبی پو این نگاه کنیم، میگیرم رو سقف این وری بشه میارم پایین این وری بشه سر. خب بجه در نهایت بازی خوبیه. مثلا برای 5 بار بازی کردن خوب نیست، ولی یه بار تجربه خوبه. بگیر بکپ دیگه. اصلا خیلی بازی بدون باگه. همین اول بسم الله باگ آورد. نه باگی نیاورده بود. الان وقت خوابوندنش نبودش. خوابوندمش. خب ببینید اینو میدیم بهش، این هی باید بدیم بهش بخورم. بازی خیلی خوبی بودش از نظر من. مثلا از پوی خودمون خیلی دورتر بود. بچه با منم اینم بگم، من فقط کال آف دیوتی موبایل نمیذارم و اگر بازی دیگه هم همراهش بذارم مثل پابجی و فری فایر اینا، ولی نمیدونم چرا واسه پابجی و فری فایر اصلا مشکل پیش اومده، اصلا نمیاد. همشون با ایمیل من مشکل دارم، فقط این کال آف ایمیل هم دوست داشت. بعدش همین دیگه، اگه بشه براتون ویدیوی اونم میگیرم. داداش بدون اوه ماشالله برو بهش بخور. بابا چقدر بازی این دوست داریم. بچه همه این چیزاشون تو بازی خودشون هم بود. مثلا این بازی کردن خوابوندن اینا تو بازی خودشون هم بود، ولی این حال یه کوچولو نگه اینم کامش میگه خودتم میخواد ویزیز. خب عالی. خب این پو خوشگل بابا رو برمیداریم. سلام علیکم. خب الان اینو بده پوی سیاه. این پو زرده اون پویه که از نظر من خوبه است. این اون پو بد است که قرار اینو بکشم. اوکی اینو میاریم اینجا. نگاه ببین تصافش خوش شد اومدش تو اینجا. خیلی اینو آقا بیاین یه چالش انجام بدیم. تو رو میندازم این گوشه، تو رو میندازم این گوشه، تو دهنت باز در میشه. بعد حال کردین؟ به این میگن دروازه نه چیز. به تو نمیدم دهنت باز بمونه. واقعا چی دهنش باز بود بیچاره. تو بگیر بخور. خب اون اونقدر بزرگه از اینجا هم بهش میندازی میخوره. باش تو
هم بگیر بخور دیگه. همه چیزمونو خوردش. پنیر هم میخوری؟ آفرین. این یکی پا هم دیگه ایشالله خودش میاد دیگه. 2 دقیقه پیش خودش میومد ها. الان که خب الان من اینو ببرم بخوابونم. نوشته؟ نه نوشته بخوابونش. نه میگه کلا برو. میگه گود شاب. ای آدم کلک چکا کرده؟ راستشو بگو. پوه نیستش خدایشو چه. خب نشاد گوگلیه پو. خب یه بگیر بکپ بینیم. یه بگیر بکپ بینیم. من چیکار کنم؟ نه چیز اینو بردار. برون ببینیم. الان خوابش اومد. بریم بخوابیم دیگه ما. خب خوابیدیم. یکم صدا رو میخواین زیاد کنم برای شما. خب اوکی پول نیستش. تو الان میای اول این چیزیه که چقدر پوزش داد از دیگه قبل که ویدیو گرفتیم شد. یه لحظه من برم بیم. خب درست شد. ببینین چقدر ترسناک میشه. خب بگیر به کبا دیگه بلنش بزن از دهنت. ببین بچه این اول بذارین اینجا که این نبینه ما داریم چیکار میکنیم. بعد شما اینو ور میدارین میزنین اینجا باز میشه. ببینید اینجا خیلی بازی بی منطق عمل کرده. تو اون هر دون پولم نبری پولم بیاری باز این میگیره. نگاه یه دفعه فساد غیب میشه. نه دست پامونم برید. پس من نظری میدستن شک نکنین. فردا تو کوچه نظری. پو بیبی پو. خب شما الان میتونین اینجا انتخاب کنید. ما پو شدیم. خب باید مأموریت انجام بدیم. اوکی اولین چیز منو به آشپزخونه باید بگردم. نه منو ببر خب شما اینجا بدین چرخه رو بردارین. بعد منو ببر بازی. منو ببر بازی. بعدش منو ببر آشپزخونه. ببینید من اینجا رو تو ویدیو قبلی جر دادم پیدا کنم. اینجا رو باز میکنیم اینو برمیداریم. منو ببر. نه اینجا که هستیم. منو ببر بازی. حالا چیکار میکنی؟ اینو میندازین اینجا. این تموم شد. الان اینو میکنی اتاق خواب. میگی منو ببر بذار اتاق خواب. بعد این ما رو میندازه اینجا دیگه. خب ما رو میذاره اینجا. الان خودش هم میره بیرون. بعد تو باید اینجا خودی. خب انگار نشد کنسل شد. نه خب الان شد. یادم رفت روش کلیک کنم. خب الان
میاد شما رو میذاره. چقدر کت و کلوف بوده خب الان شما رو میذاره میبنده، خودش باید بیره. برو بیرون. یه روشم دیگه، چقدر روش باشه. خیلی من میرم تو دهنه. ای وای اونجا باگ آورده بودش، نباید کلش از اول بچه من کات میکنم، از اول میرم میام. خب بچه دوباره اومدیم از همه جایی که مونده بودیم. من فهمیدم که نباید اول پیتزا فروشی باید این پوه بره، من اینو پرت کنم الان بره بیاره. برو دیگه. خب الان اینو درست میکنم. خب الان این میاد منو میبره، من این توپه رو از دستش میگیرم میزنم تو سرش، بعد این گریه میکنه. وای فکر کردم با گرد داشتم سکته میکردم. خب برو دیگه. خب وقتی رفتش اینو درست میکنی، قبل از اینکه اون بیاد سریع میزنی بره. بودو 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 بیا 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 بیا. من تو رو میکشم فکر کردی همینه؟ منو دست با اون بکشی من هرچی چی میشم میکشمت. دوز دوز. الانش نه برو برو برو. نه اوه اوه دونم انداخت بسه سرم. اینو میپوشونم، نمیتونم حرکت کنم. شما رو نچیز سلام. چقدر بد بود. خب الان تو چیکار میکنی؟ سریع میای اینجا این فره رو روشن میکنی، یه کبریت برمیداری، بابا نمیشه 10-20 دقیقه زهر. اینو میای اینجا آروم میپیچی، هولم بده. خب میای اینجا تمام. یس و خونه میسوزم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خب ویدیومونم 13 دقیقه بودش و اینم از بازی پول خشن. اگه بازی دیگه هم که دوست داریم من برم حتما بذارین، من حتما میرم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشین. خدا حافظ.